حضرت ایوب بیمار سخت شد، بیماری پوستی، یه بیمار شفا میخواد، گفت بارالله انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. درسته؟ گفت بارالله، دردشو گفت ولی نگفت دوا بهم بده. سبحان الله. دستشو بلند کرد، بیماری پوستی، اگزیما و گال نمیدونم فلان و هرچی که مثل سر سوزن گداخته شده این شیمی درمانی تو بدنش بوده. دستش بلند کرد گفت بارالله من آسیب دیدم ولی تو ارحم الراحمینی، تو به بندگان ظلم نمی کنی، تو ارحم الراحمینی. اگر معنیش اینه اگر رحم تو همینه که من مریض باشم و من شکی تو رحمت تو ندارم که ارحم الراحمینی، من صبورم، شفا نمیخوام، اگر رحم تو اینه نسبت به من،